سلام دوستان، به کانال من خوش اومدین. لطفا لایک و کامنت یادتون نره. یه روز یکی بهم گفت هیچ وقت بعد از ساعت 2 شب تصمیم نگیر، فقط بخواب. پرسیدم چرا؟ گفت به نظر من یه هورمونی بعد ساعت 2 تو بدنت ترشح میشه که باعث میشه یه تصمیمی بگیری یا یه کاری بکنی که هیچ وقت ساعت 7 صبح این کارو نمی کنی. بهت جیگر میده تا دیوونه بازی در بیاری. کاری که میکنه اینه که بهت جرأت اینو میده که به یه نفر بگی چقدر دوستش داری یا چقدر دلت براش تنگ شده. با خودم گفتم پس من هر شب قبل از ساعت 2 میخوابم که هیچ وقت درگیر این هورمون نشم. سالها از اون روز گذشت. ساعت 1:45 شب بود که توی تختم بودم و داشتم بهش فکر میکردم. دیوانه‌وار عاشقش بودم و میدونستم که حسم متقابل نیست. برای بقای دوستیم 1 سال پیش خودم این راز رو نگه داشتم. همونطور که داشتم فکر میکردم و آهنگ گوش میدادم دیدم ساعت شده 2:15 شب. داشتم فکر میکردم چجوری 30 دقیقه انقدر سریع گذشت که دیدم یهو بهم تکست داد. گوشیمو برداشتم دیدم میگه که حالم خوب نیست. گفتم چرا؟ چی شده؟ گفت دلم شکسته و شروع کرد تعریف کردن که چجوری یه پسری رو دوست داشته و چجوری اون پسر دلشو شکسته. همون بود که حس کردم اون هورمون توی بدنم جاری شد. تو جوابش یه متن بلند بالا نوشتم. چیزایی نوشتم که الان نگاه میکنم باورم نمیشه که اینا رو من نوشتم. نوشتم که چقدر دوستش دارم و تو جواب گفت خودت میدونی که من عاشق یه نفر دیگه‌ام. اینو که گفت به خودم اومدم. یاد اون بنده خدایی افتادم که گفته بود ساعت 2 هیچ تصمیمی نگیر. گریه کردم. براش نوشتم ببخشید. خیلی وقت بود توی دلم بود. بالاخره یه روزی باید میفهمیدید. ازش خواهش کردم که دوستیشو ازم نگیره. هیچی نگفت. 1 هفته گذشت و هر دوتامون جوری رفتار کردیم انگار هیچ اتفاقی نیفتاده. ولی بعد 1 هفته کم کم احساس کردم که دیگه داره کمتر با هم صحبت میکنه. 1 هفته دیگه گذشت. دیگه حتی سلام هم نمیکرد. یه نگاه میکرد بهم و من توی چشاش غرق میشدم. هر از گاهی هم بهش نگاه میکردم. همینطور که میخندید بهم نگاه میکرد. الان هم به جایی رسیده که حتی جواب تکست هم نمیده. از یه طرف خیلی ناراحت بودم که از دستش دادم. از یه طرف خیلی خوشحال بودم که بالاخره حرف دلمو زدم. یه چیزی هم یاد گرفتم. یاد گرفتم بعد از ساعت 2 شب هورمونی توی بدن ترشح نمیشه بلکه قلبت شروع میکنه به صحبت کردن. از اون موقع هر وقت میخوام تصمیمی رو از ته قلبم بگیرم ساعت 2 شب این کارو میکنم. لطفاً لایک و کامنت یادتون نره. متشکرم.